انتقام تهران از عمق تونل‌های غزه، عملیاتی که تل‌آویو را به لرزه در آورد. ستون پنجم. در حالی که جهان هنوز از شوک جنگ ژوئن 2025 بین ایران و اسرائیل بیرون نیامده، جنگی که بیش از 5800 زخمی و هزاران کشته بر جای گذاشت، یک عملیات مرگبار جدید خاورمیانه را به آستانه انفجار رسانده است. تصور کنید ساعت 3 بامداد زیر لایه های خاک غزه، در عمق تونل های پیش در پیچ حماس که به متروی مرگ معروفند، یک تیم نخبه ایرانی فلسطینی با موشک های هدایت شونده پیشرفته آخرین مراحل عملیات انتقام فخری زاده ترور نتانیاهو را نهایی می کنند. هدف بنیامین نتانیاهو. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جنجالی اسرائیل که حالا بیش از هر زمان دیگری در تیررس محور مقاومت قرار گرفته است. این سناریو نه یک فیلم هالیوودی بلکه یک تحلیل واقعی بر اساس گزارش‌های امنیتی اخیر است که نشان می‌دهد تهران از طریق شبکه‌های تونل‌های غزه دست به انتقام مستقیم زده است. ترور. چگونه تونل ها به سلاح ترور تبدیل شدند؟ پهپادهای کوچک مجهز به مواد منفجره از عمق تونل های حماس که طولشان به بیش از 500 کیلومتر میرسد و حتی زیر ساختمان های سازمان ملل پنهان شده اند به پرواز در می آیند. این تونل ها که حماس از آنها برای ذخیره سازی سلاح، جابجایی نیروها و حملات غافلگیرانه استفاده می کند، حالا به پلی برای انتقام تهران تبدیل شده اند. منابع اطلاعاتی اسرائیل فاش کرده اند که ایران پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله در سال گذشته که منجر به بمباران موشکی مستقیم تهران علیه اسرائیل شد، طرحی پیچیده برای ترور بنیامین نتانیاهو طراحی کرده است. این عملیات یک جاسوس ایرانی که تحت پوشش یک فعال بشردوستانه در غزه نفوذ کرده، با کمک حماس که هنوز کنترل بخش‌هایی از نوار غزه را در دست دارد، علیرغم فشارهای نتانیاهو برای واگذاری قدرت، موشک‌هایی را از تونل‌های رفح شلیک می‌کند. این موشک‌ها که با فناوری ایرانی ارتقا یافته‌اند، مستقیما به سمت اقامتگاه نتانیاهو در قیصریه هدایت می شوند. انفجار ویران کننده. شیشه های ضد گلوله خرد می شوند. گاردهای شیمبت در هرج و مرج غرق می شوند و نتانیاهو که اخیراً در کنفرانس مطبوعاتی با مارک روبیو وزیر خارجه امریکا از تهدیدها علیه خود سخن گفته بود، تنها با فاصله چند ثانیه فرار می کند.
ناشی از تهاجم تروریستی نوامبر 2025 غزه است جهان را شوکه می کند. آیا این پایان بیبی است؟ چرا حالا؟ و چرا از غزه؟ این عملیات فراتر از یک ترور ساده، یک پیام استراتژیک است. ایران که پس از جنگ ژوئن 2025 جایی که هزاران موشک بر سر اسرائیل بارید هنوز زخم‌هایش التیاب نیافته، از حماس به عنوان دست راست خود استفاده می کند. حماس که پس از مرگ یحیی سینوار در 2024 توسط یک کمیته 5 نفره در دوحه اداره می شود، تونل هایش را به کارخانه های زیرزمینی سلاح تبدیل کرده، جایی که موشک های ایرانی منتاج می شوند. نتانیاهو که بارها حماس را تهدید وجودی خوانده و حملات مداوم به غزه را ادامه می دهد، حتی پس از آتش بس که منجر به کشته شدن فلسطینیان بیشتری شده، حالا خودش هدف شده. از دیدگاه تحلیلی این ترور میتواند جرقه جنگی بزرگتر باشد. آمریکا که تحت مدیریت ترامپ و روبیو حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل را ادامه میدهد، ممکن است مستقیما وارد شود. تهدیدهای سایبری ایران علیه غرب نیز افزایش یافته و این میتواند به یک درگیری جهانی تبدیل شود. آیا نتانیاهو زنده میماند؟ آیا این انتقام تهران پایان عصر اوست؟ جهان نفسها را حبس کرده. تونل های غزه حالا نه فقط یک تهدید محلی بلکه نماد یک انتقام جهانی اند. این گزارش بر اساس اطلاعات امنیتی و رسانه‌ای موجود تا دسامبر 2025 تهیه شده و جنبه تحلیلی دارد. هر گونه تشابه بر رویدادهای واقعی بر پایه واقعیت‌های ژئوپلیتیکی است.